سلام، به کانال مدرسه شبیه سازی خوش اومدید. ما فصل 5 رو با اجرای فاز 4 مثال آخر کتاب تموم میکنیم. انشالله فصل جدید رو از قسمت بعد شروع میکنیم. خب توی فاز 4 قرار هستش که ما تأثیر تأخیر رو، دیلی رو اصطلاحاً در مثالمون بررسی کنیم و دو تا نموداری که حالا اینجا ذکر کرده در فاز 4 یعنی اسیلیشن و اوورشوت رو ببینیم که به چه صورت میتونیم اجرایش کنیم. خب چیزی که از ما خواسته توی این مثال این هستش که ما یک متغیر جدید رو، یک متغیر داینامیک رو وارد مثال خودمون بکنیم و تحت عنوان دیلی از اون یاد کرده و با یک تأخیر 15 ساله ما این رو متصلش کنیم به نرخ تولد. خب بله، همونجوری که شما میتونید در مثال کتاب مشاهده کنید 4 گام خیلی ساده ما باید با همدیگه انجامش بدیم تا بتونیم یک ران جدید از مدل خودمون بگیریم. خب در گام یک ما باید یک پارامتر جدید رو اضافه کنیم به اسم تأخیر maturation delay و ارزش اون رو اون رو 15 بذاریم و اون رو متصلش کنیم به نرخ تولد. خب در گام دوم طبیعتا ما باید فرمول نرخ تولد رو اصلاح کنیم مطابق آنچه که در شکل 521 اومده و همونجور که شما میتونید ببینید این پارامتر رو یعنی maturation delay رو ما ایجاد کردیم. max birth rate رو که اتصال داده بودیم به نرخ تولد، حالا این پارامتر جدیدمون هم متصل میکنیم به نرخ تولد. از طرف دیگه روی اتصال جمعیت کراودینگ و برت ریت ما میتونیم علامت دیلی یا تأخیر رو، نشانگر دیلی رو اضافه کنیم که در قسمت پروپرتیز توی نرم افزار ما میتونیم این کار انجام بدیم. هرچند که در کتاب آورده یک مورد آپشنال هست یعنی اختیاری هست، به خاطر اینکه ما داریم خود پارامتر رو اینجا اضافه میکنیم، تأخیر رو خودمون داریم ایجاد میکنیم از طریق پارامتر. ولی چه بهتره که برای اینکه خودتون یا کسی که داره این مدل رو میبینه متوجه بشه که ما دچار تأخیر زمانی هستیم و تأثیر جمعیت روی نرخ تولد رو با فاصله 15 سال میخوایم ببینیم که چه اتفاق میفته، خوبه که این نشانگر رو ما ازش استفاده بکنیم. خب همونجور که میبینید ما اگر ران بگیریم از مدل خودمون نمودار تغییر میکنه. تغییری هم که اتفاق میفته یک حالت نوسانی هست، یعنی یک مقداری خب ما کاهش داریم، این کاهش به سرعت جبران میشه، دوباره یک روند صعودی رو طی میکنه تا به اون نقطه ثابتش برسه.
خب در ادامه یک مثال از کتاب آقای استرمن آورده و گفته که تأخیر زمانی در لوپ های منفی احتمال تغییر در وضعیت سیستم رو به صورت اوورشوت یا اوسیلیشن در اطراف اون منبع محدود ما، یعنی کرینگ کپاسیتی ما میتونه داشته باشه. از کتاب آقای استرمن آورده سال 2000 که ما در مدل خودمون در همون شکل 521 میتونیم این حالت رو ببینیم. خب در ادامه از فانکشن دیلی رونمایی کرده و گفته که چه پارامترهایی میتونه داشته باشه و اونها رو توضیح داده و داخل باکس قهوه‌ای گفته که در کنار این نوع تأخیری که توضیح داده شده، نرم افزار انیلاژیک از انواع دیگر از تأخیرها هم پشتیبانی میکنه. و در ادامه در شکل 522 شما دارید این فاصله 15 ساله‌ای که این تأخیر زمانی، این دیلی که اتفاق افتاده رو دارید می‌بینید و یک نمودار مقایسه‌ای هست در واقع بین حالت قرمز رنگ که دیلی وجود داره، تأخیر وجود داره و حالت آبی که هیچ تأخیری وجود نداره. خب در ادامه اومده از یونیت چکینگ استفاده کرده و گفته که حالا مدل ما تقریبا کامل شده و ما واحد هامون رو حالا بیام دونه دونه تعیین کنیم، اینکه هر کدوم از این پارامترها و متغیرهایی که آوردیم واحدش چی هست، زمان هست، نفر هست، نفر زمان هست که ما قبلا صحبتش رو کرده بودیم و اینکه چطور میشه اون رو چک کرد و ببینیم مشکلی وجود داره یا نه. به خاطر این یعنی دو تا دلیل خیلی خوب داشت، حداقل ما میتونیم یک رصد خیلی خوبی داشته باشیم از اینکه ببینیم آنچه که واقعا مدل ما ایجاد کرده با آنچه که در واقعیت داره اتفاق میفته ما میتونیم چک کنیم. اگر ناظری داشته باشیم، تصمیم سازی داشته باشیم، مدیری داشته باشیم، خب با این شاخص ها خیلی بهتر میتونیم رو توجیه کنیم و بگیم که ما چجوری داریم رصد میکنیم فعل و انفعالات رو. لذا در شکل 523 اومده همه این واحد هایی که باید وجود داشته باشه رو تعریف کرده. خب شما خیلی راحت میتونید اون ویدیو رو دوباره ببینید و تمام این واحد ها رو تنظیم کنید، ایجاد کنید و یک ران مجدد بگیرید، ببینید که مدل، ببینید که نرم افزار خطایی میده یا نه. اگر خطایی نده خب کار شما نقصی نداشته و مدل همه واحدها رو پذیرفته و هیچ چالشی بین دو تا متغیر یا واحدی وجود نداشته. این هم در نظر بگیرید. برای یادآوری میگم که ممکنه بعضی از مواردی که شما در مدل ایجاد کرده باشید نیاز به واحد نداشته باشه، یعنی بدون واحد باشه، یونیت لس باشه، مثل همون تیبل فانکشنی که ایجاد کردید یا جمعیتی که ایجاد کردید میتونه هیچ واحد زمانی نداشته باشه که در شکل شما میتونید اینها رو ببینید، ایجادش کنید، یک ران مجدد بگیرید و ببینید که خطایی وجود داره یا نه. خب با اجرای فاز چهارم فصل پنجم یعنی پویایی سیستم ها، سیستم داینامیک تموم میشه. البته عرض کردم ما داریم فقط روی نرم افزار کار میکنیم. حتما کتاب آقای استرمن رو شما باید مطالعه کنید. کتاب واقعا قوی است. این زمینه میتونه به شما ایده های خیلی خوب بده، پایه های شما رو قوی کنه تا بتونید از این نرم افزار به نحو احسن استفاده کنید. همونجور که عرض کردم خود ادعای کتابم این نیستش، قرار هست به شما پویایی سیستم ها رو یا مدل های شبیه سازی رو آموزش بده و فقط قرار هستش که نحوه کارکرد و استفاده از نرم افزار رو ما استفاده از کتاب انیلاژیک یاد بگیریم. لذا کتاب های پایه و کتاب هایی که آموزش شبیه سازی رو در مدل های مختلف داره رو حتما مد نظر قرار بدید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید باشه. فصل پنجم رو ما تموم میکنیم. در ادامه چیز خاصی نداره. بحث‌های ابری واحد انیلاژیک رو داره توضیح میده که اگر نیاز باشه حتما در آینده در موردش صحبت میکنیم. در قسمت‌های بعد وارد فصل‌های جدید کتاب بزرگ شبیه سازی با نرم افزار انیلاژیک میشیم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. خدا نگهدارتون.